دسر سیتی امروز براتون آموزش اکلیل خوراکی رو آماده کرده که برای انواع تزیین کیک و شیرینی و دسرهاتون میتونید استفاده کنید. یه قاشق سرپر نشسته ذرت رو با یه لیوان آب خنک با هم مخلوط میکنیم. بعد میذاریم روی حرارت ملایم، مرتب هم میزنیم تا جوش بیاد و به غلظت برسه. وقتی رنگ شفاف شد و غلیظ، از روی حرارت بردارید و توی ظرف‌های مورد نظر بریزید و هر ظرف رو یه رنگ کنید. برای رنگش میتونید از رنگ‌های ژله‌ای یا رنگ پودری خوراکی استفاده کنید. بعد که رنگ‌های مورد نظرتون رو ریختید و هم زدید، اونا رو باید روی تلق پخش کنید. بعد بذارید یه شبانه روز بمونه یه جای گرمتر یا زیر نور آفتاب و کاملا خشک بشن. بعد که خشک شدن از تلق جدا کنید و توی آسیاب بریزید و پودر کنید. سایز این اکلیلا بستگی به خودتون داره. بعدش هم توی ظرف دربسته میتونید نگهداری کنید. به همین راحتی فقط با 2 قلم مواد میتونید این اکلیلای جذاب رو درست کنید.